به نام خدا. جلسه پنجم آموزش خط و زبان ادبیات فارسی. بچه‌ها حرف‌هایی که با هم کار کردیم چی بودن؟ آ، ب، د، ر، و، س، این سه چسبان و سه غیر چسبان، ه که سه تا شکل داشت، ش که اون هم چسبان و غیر چسبان داره و حرف ای. خب تو این جلسه قصد داریم که فقط تمرین بکنیم و واژه سازی یاد بگیریم. من تعدادی واژه براتون آماده کردم، شما هم فکر کنید و ببینید چه واژه‌هایی میتونید بسازید. واژه‌های من اینها هستند: آش. آش یک نوع غذا هست. آش. شنبه، اولین روز هفته در تقویم فارسی. سه‌شنبه. بیمار. شنید. درد. سود. و چند تا جمله: بابا آب دارد. برادر میز دارد. حرف میم که میم هم به صورت چسبان و غیر چسبان هست. مادر سردرد دارد. این حرف در جلسه آینده بهتون آموزش میدم. سال. سار. شاد. تفاوت سین و شین در 3 تا نقطه هست که روی حرف سین قرار میگیره و 3 تبدیل به ش میشه. شیر. سیر. خب شما هم تمرین کنید و ببینید چه واژه‌هایی میتونید بسازید. در جلسه آینده حرف‌های بیشتری به شما یاد خواهم داد. خداحافظ.